ملاقات پرزیدنت‌های همه 5 کشور آسیای مرکزی در ساحل بحر خزر در فضای غیر رسمی بدون گالستوک دایر شده است. در عکس‌های نشر شده دیده می شود که بغیر از پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان که به این ملاقات غیر رسمی شیم جنس، کرته تنوک در تن و توفلی در پای آمده بود، 4 پرزیدنت دیگر در تن لباس ورزشی داشتند. میزبان این نشست پرزیدنت ترکمنستان قربانگلی بردمحمدوف مهمانان بلندپایه‌اش را به تالار فیتنس دوست داشته خود در آسایشگاه اووزا نیز برده است. در یکی از عکس‌ها 5 پرزیدنت سرگرم صحبت در داخل تالار فیتنس دیده می شوند. روز 6 آگوست در آسایشگاه اووزا ملاقات مشورتی رهبران اول 5 کشور آسیای مرکزی برگزار می شود. تحکیم همکاری‌های منطقوی و وضع افغانستان از موضوعهای اساسی این نشست نام برده می شوند. بعد انجام نشست 5 پرزیدنت از نمایشگاه محصولات کشورهای آسیای مرکزی و همچنین از جشنواره غذای ملی خلق‌های ساکنان این منطقه دیدن کردند. نمونه‌های غذاهای ملی را می‌چشیدند. در ترکمنستان برای پرزیدنت‌های منطقه کنسرت شام دوستی با اشتراک آوازخوان‌ها و هنرمندان از همه 5 کشور آسیای مرکزی نیز دایر می‌شود. قبلا خدمات مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان عکس در هواپیمای پرزیدنت ترکمنستان همراه با بردمحمدوف از اشخابات به ساحل بحر کسپی پرواز کردن امامعلی رحمان را نشر کرده بود.